خب سلام به دلار 100,000 تومانی. امروز یکی از روزهای خفنیه که آدما تو ایران میتونن تجربهش کنن. 18 مارچ معادل 28 اسفند ماه، سه‌شنبه 28 اسفند ماه 1403، 18 مارچ همونطوری مشاهده میکنید و 18 رمضان. امروز دلار 100,000 تومان شد. وقتی خب بلند شدیم دیدیم که بله، و عددی که مشاهده میکنید، بذارید یک کوچولو زومش کنم، عددی که مشاهده میکنید قیمت دلار هست و از طرفی اینم قیمت سکه امامیه که هیچ گونه آرمان‌های امام توش نیست و اینم قیمت طلای گرمی تقریبا 8,120,000 تومان. یه چیزی میخوام بگم، امروز که دارم این ویدیو رو میگیرم بذارین پاور رو باز کنم، پشتم این برگه سفید بیفته. یه داستانی رو میخوام بگم که عشق کنید. اولا که من که حالا پیج رو زدم و خواستم آقا یه فعالیت، یه کاری، یک داستانی رو انجام بدم تو زمینه AI، خیلی چیزای خفنی رو در حین اینکه کار کردم متوجه شدم. بذارید پیج هم بیارم. تقریبا یه 2 ماهی هست، فکر میکنم بیش از 2 ماهی که پیج زده شده و داره روش کار میشه. و نکته‌ای که وجود داره، الان میخوام ببینیم چند فالوور. 66 پست، البته یه چیزای جدیدی هم برای پیج. 1900 و 3900 و بگیر دیگه، آره 3920 تا فالوور، تقریبا 66 تا هم پست. یه اسکرین البته برش بذار باشه. امروز من خیلی این چند وقته با خودم کلنجار رفتم، برگاهی مختلف اینجا نوشتم، یه سری کارا رو انجام دادم و خیلی کتابای مختلف، این بین کتابایی که داشتم میخوندم هم چیزای جالبی رو داشت به من نشون میداد. یه چیزی رو متوجه شدم، این که احتمال این که 1404، اول یه چیز باحالی بگم، ما امسال 2 تا 100 رو دیدیم توی بازارهای مالی. یه 100,000 تومانی طلا بود و یه دونه هم الان بهتون نشونش، و یه دونه هم 100 کایی بیت کوین بود. 2 تا 100 دیدیم که یه چیزای خیلی جالبی رو این صحنه، آره یه دونه 100 کایی بیت کوین بود. 2 تا چیز خیلی باحالی که من درس گرفتم این بود که حالا کتابی هم که دارم تألیف میکنم روی این حوزه همینه، این که ما چه تصمیماتی رو میخوایم بگیریم مهم نیست، این که ما به چه تصمیماتی عمل کردیم مهم. ببین شما حتی اگه به تصمیم بد هم درست عمل بکنی یه نتیجه خوب به شما میده. مثلا من تصمیم میگیرم دزدی کنم، خیلی خوب بهش عمل میکنم، یه نتیجه خیلی خوبی میده. یعنی من اون تصمیم بد رو اگر بهش خوب عمل بکنم یه نتیجه دلخواه خودم رو به من میده. ولی اگر من به یه تصمیم خیلی خوب بد عمل بکنم یه نتیجه خیلی بد به من میده، واقعا از نتیجه خال من دور هستش. من این ویدیو رو دارم ضبط میکنم واقعا بمونه توی تاریخ که یه فردی بالاخره داره یه سری تصمیمات خوب رو، یه ذره جابجاشیم، یه سری تصمیمات خیلی خوب رو میخواد خوب اجرا کنه، اما یه نکته وجود داره، یه شرایط خیلی بدی حاکمه. یعنی این یه موردی از، یعنی یک سایدی از تصمیم گیریه، یک بعدی از تصمیم گیریه که جز اون 2 تا بعد قبلی نیست. یعنی ما بهش میگیم بعد بحران دیگه، یعنی در ریسک، یعنی در تشخیص ریسک ما بهش میگیم بعد بحران. این که الان دلار 100,000 تومان شده و در حد فاصله کمتر از 1 سال سکه 170 140 خورده‌ای درصد، طلا 140%،
و خود دلار نزدیک به 70 خورده درصد رشد داشته، 2 تا درس داره. یعنی 2 تا درس خیلی بزرگ برای منی داره که میخوام مثلا در این ابتدای دهه 20 سالگی خودم شروع کنم به فعالیت کردن با این وضعیت. یعنی ببین ناکن سال 84 85 نیستا، خب اون سال همه پولدار بودن، یعنی با توجه به سیاست‌هایی که اون تایم برگزار می‌شد و اینا، اون سال من فقط تنها تاریخی که توی ایران دیدم که آقا مثلا یه عده خیلی مثلا همه توی نرمالی بودن اون سالا بوده که مثلا آقا میزان حقوقی که دریافت می‌کردن با میزان سکه‌ای که مثلا بوده یکی بوده، یا مثلا طلایی که بوده یکی بود. فقط یه نکته‌ای وجود داره، اینکه 1404 اگه یه کسی میخواد دیگه فعالیت بکنه، من این ویدیو رو میذارم اینجا باشه. یعنی امروز هم حالا یکی از عزیزان خیلی لطف کردن به من، حالا بعداً اسمشون رو خواهم آورد و حالا امروز که این ویدیو رو آپلود خواهم کرد، ولی بعداً اسم ایشون رو خواهم آورد، جزء افرادی هستن که نابغه‌ن، یعنی نابغه. یعنی شاید من بگم مثلا خیلی هزینه زیادی رو متحمل شدم که با ایشون آشنا شدم، اصلا یه سری روابطی ایجاد شد و من میخوام باهاشون الان برم صحبت کنم و اینا. یه نکته‌ای وجود داره، بذار کلا سفر سفید کنم. من میخوام این گوشه و کنار باشم که این وسط شما متمرکز باشید روی این نقطه. ببین امروز دارم میرم یه بیزینس پلنی رو تو این ورد، ببین ناکن یه موقع آقا وضعیت خیلی اوکیه، یعنی مثلا همه دارن در رابطه با کسب و کار و همه دارن در مورد رونق صحبت میکنن، یه موقع وضعیت تو بحرانه و یه سری آدم درباره این قضیه دارن صحبت میکنن. خب اینو در نظر داشته باش که خیلی متفاوته این که تو این وضعیت یعنی به این شکل که شما اولین بار در تاریخ ایران میتونی عدد 3 رقمی دلار این 100 رو مشاهده بکنی و عدد 6 رقمی ریال یعنی 1 میلیون ریال رو مشاهده بکنی. الانه تو این وضعیت تو ذهنت باید چه نوع ذهنیتی رو اون ذهن خوابیده باشه که تو بگی آقا من تو این وضعیت دارم میرم با یک فردی صحبت بکنم که خیلی سوادش بالاست، از لحاظ اجتماعی خیلی جایگاه اجتماعی بالایی داره، چند وقتی که درخواست کردی باهاش میخوای صحبت بکنی و از یک طرفی هزینه خیلی زیادی بابت این میت یعنی به صورت غیر مستقیم، حالا خود این میت که نه، به صورت غیر مستقیم هزینه زیادی رو انجام دادی، هم از لحاظ احساسی، هم از لحاظ انرژتیک، هم از لحاظ مالی. خب تو این وضعیت، یعنی من میخوام اینو بهت بگم، تو این وضعیت که جامپ های عجیب و غریب، حالا شاید تو تاریخ بازم از این وضعیت تکرار شده من اطلاع ندارم، ولی خب تو این وضعیت که جامپ های عجیب و غریب، یعنی جامپ هایی که واقعا همه متحیره، یعنی این شکلی نیست که خب نه دیگه خب همیشه این رو به بالا بوده، هم نه، ببین بعضی موقع رشد به صورت مستمر صورت میگیره، بعضی موقع ما جامپ داریم و بعضی موقع ما یأس داریم. مثلا سکه بشه 100 میلیون تومان، سکه 95 میلیون تومان، سکه بشه 100 میلیون تومان، خب ما یه یأس اجتماعی داریم. خب ما یه یأس اجتماعی داریم، یعنی کلا جامعه دیدش نسبت به مثلا مسائلی که مربوط به سکه است عوض میشه، خب تحت شعاع قرار میگیره، چون یه عدد الان مثلا جامعه واقعا یک لنگر ذهنی افتاد توی ذهنش، این 100,000 تومان دلار تا 75,000 تومان هم بیاد پایین، یعنی من این عدد دارم میگم تا 75,000 تومان 25% هم اصلاح بکنه، بازم ذهن مردم دلار 100,000 تومانی لنگر انداخت، تموم شد. خب یعنی برای سکه هم دقیقاً هم سکه 100 میلیون تومان بشه، لنگر توی ذهن آدما در رابطه با مسائل ازدواج خیلی سنگین تر میشه و استوپ‌های خیلی عجیب و غریب تری انجام میدن. نگو نه. خب ببین اقتصاد یه بخشی از زندگی ما آدماست که تقریبا الان میتونم بگم مهمترین بخشیه که میتونه توی زندگی آدما بعد از شخصیتشون و انسانیتشون ارزش داشته باشه همین. پس خیلی دقت داشته باش به این موضوع. من تو این وضعیت، ببین توی این وضعیت با این جور موارد و این جور سختی‌ها یه چیز دارم، منم AI تاک شو تقریبا الان 3920 تا فالوور داره، می‌خوایم برای 1400 تا واقعا برنامه خیلی خفنی واسش داشته باشیم. تو این وضعیت باز هم به نظر من از اون تایمی که ببین یه چیز می‌خوام بهت بگم خیلی باحاله، چراییش هم مشخصه، از اون تایمی که خب اعلام کردن حقوق کارمندا افزایش پیدا میکنه، معادل حقوقی کارمندا 1
1.51 گرم طلا بوده. الانی که من دارم باید صحبت میکنم کمتر از یک هفته میگذره. ببین کمتر از یک هفته الی 10 روز میگذره، خیلی کمتر یک هفته اتفاقا. معادل حقوق کارگر تو سال آتی الان هنوز وارد سال آتی نشدیم، هنوز ما بحبوهای بحرانو نچشیدیم، یعنی هنوز شما چک نخورده تو گوشت. هنوز 1.27 گرم طلا شده. نمیخوام اینو بهت بگم، خب میخوام اینو بهت بگم، در شرایط بحران یه عده جنگ میکنن، یه عده سود از جنگ رو میبرن. این خیلی مهمه. حالا ما کاری نداریم به مباحث اخلاقی این مسئله، اصلا مهم نیستش، ولی یه نکته‌ای فقط میخوام بهت بگم. ببین ما 100 1404 بدتر از 1403، 1405 بدتر از 1404، ما 100,000 همینطوری تا 1408 1409 احتمالاً شاید وضعیت بهتر بشه. خب 100. حالا من یه محتوایی رو خواهم گذاشت شب عیدی، یعنی عید که بشه روز بعدش، روز 1 فروردین، اونم میذارم که یه سری توضیحاتی میدم. من میخوام بگم تو این وضعیت، یعنی جامپ های عجیب و غریب، ناامیدی از کسب و کارها، دلار با وضعیت 100,000 تومانی، سکه تقریبا قریب به 96 میلیون تومان، تو این وضعیت من امشب برنامه چیدم. یعنی امشب لطف کردن، تایم خالی کردن ایشون، من برنامه چیدم، دارم میرم باهاشون در رابطه با یه بیزینس تو سال 1404 صحبت کنم. چی توی ذهن من میگذره؟ یعنی ببین چی توی ذهن احمد رضا فاطمی میگذره. احمد رضا فاطمی چه ذهنیتی داره؟ خب الان خب خریدی یعنی مثلا میخوای کار دولتی رو ول کنی، مثلا این کار رو انجام بدی تو این وضعیت. یعنی تو این وضعیت چی توی ذهن من میگذره؟ ببین بخوام توضیح بدم خیلی زیاد میشه، یعنی بخوام توضیح بدم باید ساعت‌ها اینجا توضیح بدم و قطعاً در آینده اینو مثلا یک محتوا خواهم کرد و در رابطه با این سطح از ذهنیت دارم صحبت میکنم که آدما تو این بحبوح‌ها قفل میکنن، یعنی سیستم تصمیم گیریشون قفل میشه. وقتی سیستم تصمیم گیریشون قفل میشه، سیستم عمل کرد به اون تصمیم هم قفل میشه. یعنی تو یک بعد عمل کرد نسبت به اون تصمیم داری، یک بعد تصمیم گیری داری، یعنی یه سافت‌ور داری یه هاردور داری. تو سیستم عمل کرد نرم افزاری مغزت قفل میشه. این که چی؟ میگه آقا با 100 تومن دلار من 100 تومن چیکار کنم؟ خب بچسبیم همینو، یعنی همین کارمون رو بچسبیم، نمیدونم فلان کنیم. وقتی تو این اتفاق واسط میفته 100% عملکردت هم قفل میشه. پس نه تو میتونی یه تصمیم خوب بگیری، نه میتونی یه عملکرد خوب داشته باشی. حالا نکته که وجود داره چیه؟ نکته که وجود داره اینه که آدما شاید الان توی این شرایط و بحبوحه عجیب، اینو من کوچولو کردم خودم وسط گذاشتم که تو زومت و مرکز دید فقط من باشم، یعنی سفید باشه، چیزی واقعا نوشته باشه. زوم این قضیه رو دارم میگم، اشتباه گفتم. مرکز توجه آدم ها میره روی چیزی که نباید بره. یعنی اونجایی که بحران هست همه آشوب دارن، یعنی میگن چرا هیچ کس واکنش نشون نمیده، چرا هیچ اتفاقی نمیفته، اونجاست که شما باید تازه بشینی برنامه ریزی کنی. من یه چیز بهت بگم، مثلا الان خیلی شکاف بین بورس امسال تقریبا 30%، آره تقریبا 30% سهامش رشد کرده بود و اینا. این اختلاف بین ملک و بورس و این با طلا و دلار امسال یه جا پر میشه. خب ببین آقا الان یه جا این اتفاق پر میشه و کجا این اتفاق بیفته خب دیگه خدا میدونه، ولی الان یعنی یه چیزیه که فرصته. ولی طلا دیگه الان شاید فرصت زیاد خاصی نباشه، فقط صرفا یک دارایی پادشکننده باشه نسبت به شرایط کشور. من اصلا با اون دارایی کاری ندارم. من رفیق داشتم، سلام از همینجا بهت دوست عزیزم، که سکه 12 میلیون و ورود دانشگاه ما خریده، الان سکه 95 میلیون. سکه نمیدونم طلا، رفیق داشتم طلای گرمی 1 خورده‌ای 2 تومن خریده، الان طلا گرمی 8 تومن. رفیق داشتم دلار خریده 40 خورده 1000 تومن 50,000 تومن. رفیق داشتم 30 خورده هم دلار خریده
ولی الان دلار نزدیک به یعنی نزدیک نه یعنی 100,000 تومان. من اصلا به اونا کاری ندارم. من آدمی بودم که سرمایه نمیخواد، یعنی کالای سرمایه گذاری واسه من همیشه ارزش دوم بود. نمیگم نه بی ارزش بود، ما اصلا همچین چیزایی نه. کالای سرمایه گذاری همیشه برای من ارزش دوم بود. من یه اعتقاد دارم و اینو مثلا الان که کلا شاید سابسکرایبر چنل یه نفرم نیست، یعنی واقعا یک نفر سابسکرایبر چنل نیست و این موضوع دارم بیان میکنم، همین ارزشمو دارم. 1,000,000 نفر هم بیان اینجا، باز هم دقیقا من سر همین مسئله تکرارش میکنم. یک روز چنل یوتیوب احمد رضا فاطمی 1,000,000 نفر خواهد شد، من هزینه میکنم برای این داستان. 1,000,000 نفر خواهد شد و باز هم من اینو تکرار میکنم. چرا؟ چون ارزش های آدم ها اگر درست و ثابت باشن میتونن آدم ها رو رشد بدن. ارزش من اینه، قبل از این که جیبت پر بشه باید مغزت پر باشه. خیلی این مهم. اصلا ببین یه چیزیه که یعنی من میتونستم آقا بیام سرمایه خودم رو سرازیر کنم. من از همه کسایی که الان رفیقام هستن و دارن مثلا اینجا صحبت میکنن اینا، هم دانش مالیم بیشتره هم سواد مالیم بیشتره. شاید از یه سریاشون پولم کمتر باشه، خب طرف الان چندین میلیارد سرمایه داره، خب ولی مشاورهشو میاد مثلا از من میگیره در حال حاضر، میگه آقا اینجا رو چیکار کنیم اینجا رو چیکار کنیم. حداقل من به اندازه خودم تو این سن سواد مالیم نسبت به اطرافیان بیشتر. من نمیگم آقا الان من مدیر داراییم، خب نه اصلا این شکلی نیست. اندازه خودم تو این سن الان سوادم از حالت عادی توی مسائل مالی بیشتره. یکی میگه خب سوادت از حالت عادی از مسائل مالی بیشتره، چرا پول بیشتری داره؟ اینا هیچ ربطی به هم دیگه نداره دوست عزیز. یعنی الان تو مثلا این میمونه که تو بگی آقا مثلا من دکترای فلان چیز دارم، بعد تو این فلان چیزم مثلا متخصصم و بگم من سوادم از همه اونایی که تو این فلان چیز متخصصم بیشتره، پس اصلا همه اونا بیشتر پول در میارن. اصلا بازی پول در آوردن فرق میکنه، خیلی متفاوته. یه دکتر متخصص چشم داریم با یه دکتر متخصص چشم دیگه، اصلا نوع ارزش هاش ما هم متفاوته، نوع پول در آوردنش ما هم متفاوته. خیلی این الان خیلی یعنی یه چیز میشه گفت واضحه. نمیدونم چرا بعضیا نمیفهمن که تو که سوادت از هم بیشتره چرا از هم بیشتر پول نداری. تو کجا اولا میدونی من از هم بیشتر پول ندارم؟ یعنی این یه نکته. دو اینکه از کجا اون ارزش های منو ازش اطلاع داری که آیا سوار بر فقط پول در آوردن یا نه. این خیلی این دو تا تفاوت فاحشی با هم دیگه داره. خیلی این دو تا رو اصلا با هم دیگه مقایسه نکن. متاسفانه فضای مثلا مریض سوشال مدیا این دو تا رو همش داره با هم دیگه مقایسه میکنه. آقا تو که استاد دانشگاهی چرا لامورگینی نداری؟ خب اصلا شاید ارزش اون طرف این نباشه. این جدی دارم میگم، واقعا شاید ارزش اون طرف داشتن لامورگینی نباشه. پس یه نکته من میخوام بهت اشاره کنم. قبل از این که جیبت پر بشه مغزت باید پر بشه. خیلی نکته عمیقیه، شاید خیلی اینو درکش نکنن. خب قبل از این که بخوای پولی رو جای سرمایه گذاری کنی، نکته دومه، باید پولی رو خلق کنی، ارزشی رو خلق کنی، وگرنه اون یه چیزی مثل پسندازه، سرمایه گذاری نیست. این دو تا نکته‌ایه که خیلی یعنی اصلا یه چیزایی که شاید ارزشمندترین چیزایی که تو میتونی الان از من اینجا هدیه بگیری همین دو تا نکته است. من اینو میلیونم بشم میگم. و نکته سوم تو دوستاتو نمیتونی بکشی بیان بالا با خودت. یعنی یه چیز واضحیه، من قشنگ اینو از عمق وجودم حس کردم. تو وقتی داری میری بالا، دوستاتو، خانواده‌تو، فامیل تو، هیچ کس رو نمیتونی بکشی بیاد بالا. هیچ کس رو نمیتونی دستشونو بگیری بگی بیا بالا، بیا با من بالا، بیا مثلا تو همین کارو انجام. نمیتونی همچین کاری انجام. خب تو دوستاتو نمیتونی بکشی بالا، یه چیز خیلی واضحیه. تو خودت برو بالا. یعنی تو به جای اینکه زور بزنی دست اون رفیق تو که دلت واسش میسوزه میگی بیا 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 دست اونو بکشی بالا، تو خودت اون انرژی رو بذار، تو خودت برو بالا، بدو برو اون بالا وایستا. خب بدو و برو اون بالا وایستا. اون موقع تو میتونی ببینی که اصلا اون ارزش زندگی کردنی که اون داره و داره تجربهش میکنه متفاوت از اون چیزیه که تو بگی من دستتو بگیرم بکشم بالا.
اصلا اون توی یه بعد دیگه ای داره زندگی، تو اون بالا تازه میفهمی. یعنی تو در حین مسیر میگه خب رفیقمه، نمیدونم دوستمه، داداشمه، آبجیمه، نمیدونم فلان، نمیدونم همکارمه فلان. اصلا تمام، اصلا بذار کنار این داستان رو، بذار کنار. خب این داستان رو بذار کنار. تو موقعی که برسی اون بالا متوجه میشی یه سری آدما تو حاشیه و دامنه کوه زندگی خیلی بهتری دارن. اصلا ببین قرار نیست که اصلا همه به قله برسه. من نمیدونم چرا الان همه دوست دارن مثلا بیان این بالا، همه بگم فلان فتح کنم. اصلا ارزش های اون طرف زندگی در دامنه است. خب تو اینو زمانی متوجه میشی که از بالا ببینی، یعنی بری قشنگ بالا وایستی، بری اونجا وایستی ببینی قشنگ، اینطوری قشنگ مشاهده میکنی. چرا فکر میکنی؟ من خیلی سوال خیلی واضحیه. من میگم خدا، بالاتر از خدا که نداریم دیگه. چرا تو دعا میکنی خدا چیزی بهت نمیده؟ من سوالم اینه، یعنی اصلا دعا کن الان مثلا یه کیسه پول بیاد زمین، دعا کن که شما میلیاردر شی، ببین همین دعا کن، ببین واقعا همین الان خداوند دعا تو رو مستجاب میکنه. بالاتر از اون که نداریم. اون داره نگاه میکنه، خب میگه که تو با همین لذت‌های زودگذر دنیا خوش باش. اصلا یعنی اصلا خودش دستورالعمل یه چیزی داده به نام قرآن، دستورالعمل توشه و تو میری مطالعهش میکنی میبینی. میگه آقا تو با همین زندگی در سطح دنیوی خوشی. یعنی من خیلی دیگه بالا گفتم ها، یعنی خیلی هم همین زندگی رو هم ندارن، یعنی اصلا نخواهن رسید بهش. یعنی اینکه یه چیزی خیلی همین زندگی در سطح دنیوی هم نخواهن رسید بهش، ولی میبینی تو با همین زندگی در سطح دنیوی خوشی. بعد اون دستور عملا رو بهت داده، میگه آقا اینجا دامنه کوه ها، اینجا دنیاست، یه چیزی هست اونور مثلا آخرت، این دستور عملاشو بیا اونجا مثلا بیشتر مثلا خوش بگذره و من نزدیکتر به تو میشم. یعنی به اون وضعیت تلاشی نمیکنه. ببین یعنی خداوند تلاشی نمیکنه که تو بخوای مثلا اتفاقی تو زندگی رقم بزنی، انصافا نیست. ببین هیچ چیز برای انسان نمیمونه جز تلاشش. عربیش الان توی ذهنم نیست ولی دقیقاً آیه همینه، میگه هیچ چیز برای انسان جز تلاش او وجود نداره. تو دستورالعمل رو داری، من 3 نکته بهت گفتم. تو دستورالعمل رو داری، راهنماها رو داری، دسترسی به انواع اطلاعات آزاد در اینترنت داری، ارتباطات در سراسر اینترنت و کانکشن زدن رو داری، رفیقای خوب رو میتونی ایجاد بکنی، اختیار هم داری، همه این مسائل رو داری، خدا رو داری، چینشش رو داری، حالا از شانس تو ایران افتادی داری زندگی میکنی و تورم هم داری. یعنی چیز باحال و جذابش اینه که این هم داری. تو دیگه باید خودت به هم بیاری واقعا و خودت نجات بدی. یعنی هیچ که خود خدا هم تو رو نمیتونه، یعنی خود خدا هم تو رو نمیتونه نجات بده. ببین نگاه کن، حضرت ابراهیم افتاد، ببین تا آخرین لحظه خدا نگه خب من بزنم زیر مثلا مشرکا و از بین برم، تا آخرین لحظه. عصای موسی حضرت ابراهیم که افتاد تو آتش، ببین یعنی افتاد طرف تو آتش اونجا گلستان شد، یعنی افتاد اونجا دیگه گلستان. یعنی تا آخرین لحظه تو تا نمیری، تا آخرین لحظه ایمانت خالص نشه، هیچ اتفاقی برات نمیفته. اگر دنبال معجزه‌ای مثلا، یعنی به نظر من همین واژه رو میشه خیلی خوب تفسیرش کرد. الان زندگی خیلی خوب داشتن در ایران از لحاظ اقتصادی و به تو بخوای یک پامپی بکنی واقعا یک معجزه میخواد. دقیقاً همینه. یعنی تو ایمان و عملت در کنار هم دیگه باشه. از امام علی ایمان و عمل 2 برادرن. خب ایمان و عملت کنار هم دیگه باشه، خب تا آخرین لحظه، یعنی تا آخرین لحظه که تو بیفتی تو آتش. دقیقاً یعنی اینطوری منجق بندازم بیفتی تو آتش، بیفتی تو اون آتش، تا آخرین لحظه معجزه رخ نمیده. چون تا آخرین لحظه تو باید هم عمل بکنی هم ایمانتو داشته باشی. درصدی ازش کم بشه تو میسوزی، تمام میشی. دنیا این شکلیه، اصلا کلا سیستم کره زمین که میگن قوانین کیهان دقیقاً همین شکلیه. خب یه نکته دیگه هم بهت بگم، موسی تا آخرین لحظه، ببین تا آخرین لحظه سپاه اون دوست عزیزمون پشت سرش بود. فرعونیا اومدن، تا آخرین نفر موسی از آب دریا رد شد، اساش زد زمین، تا آخرین نفر رد شد، دریا بستش. ببین یعنی تا آخرین لحظه اونا پشتشون حتی میدیدن دارن میان. یعنی ببین معجزه واقعا. الان اگر میخوای شرایط اقتصادی، واقعا همین دغدغه
اساسی من و خیلی از آدم‌ها هستش. اگه واقعا می‌خوای شرایط اقتصادی توی زندگی توی ایران خیلی خوب بشه، یعنی باید دنبال معجزه باشی. جدی من دارم، واقعا جدی دارم صحبت می‌کنم. معجزه هم در صورتی که ایمان و عمل تو در راستای همدیگه باشه و تا آخرین لحظه این دوتا از کنار همدیگه جدا نشه و تا آخرین لحظه تو بتونی کاراتو انجام بدی. اگه این اتفاق افتاد معجزه رخ میده. یعنی شما مثلا شاید درآمد خیلی بالایی کسب کنی، زندگی بهتری کسب کنی، اون معجزه‌ای که دنبالش میگی واقعا الان خونه خریدن شده معجزه، واقعا 14 تا سکه مهری الان میشه 1 میلیارد و 400 میلیون تومان. خب اون معجزه‌ای که تو حقوق چقدر 10 میلیون تومانه. این یه حساب کتاب ساده است. 10 میلیون تومان یعنی تو سال تو 120 میلیون حقوق میگیری. یعنی 10 سال شما اصلا اونطوری نباید حساب کرد. اشتباه من دارم حساب میکنم، یعنی دارم از فرض غلط میخوام نتیجه درست بگیرم. اینم اشتباه. ببین اینو در نظر داشته باش. هیچ وقت تو همون 14 سکه تو زندگیت هم نمیتونی بدی اگه بخوای همینطوری بری جلو. یه مثلث من میکشم. خب نمیدونم اینجا میشه کشید یا نه. فکر میکنم بذارید من بیام توی آره نه اینجا میشه کشید دوست عزیزمون. یه چی من اینجا میکشم دیگه، انتهای داستانه دیگه. یعنی یه چی بده دود کنم بره یادم. واقعا الان باید اینجا یه چی بکشم. ببین من یه چیز اینجا میکشم، دور خودم یه دونه داستان میکشم. ببین من یه چی اینجا میکشم، اینجا این ببخشید. ببین حالا نگی چرا مثلث مشکی کشید، نمیدونم آرم فراموسون کشید، این مثلث. خب من اینو یه چی اینجا میکشم، این بذارم بیارم وسط. این چیزی که اینجا الان کشیده میشه دقت کن بهش. 3 تا ذیل داره. یه ذیل اولش بیزینسه، یه ذیل دومش مسائل مالی، حالا بهش میگیم فایننسه، یه ذیل سومش بود فردیه. خب این 3 تا ذیله. تونستی این 3 تا ذیلو براش کاری بکنی کردی، نتونستی خداحافظی کن اصلا. یعنی با نوع زندگی کردن برو عابد شو اصلا. نه برو عابد شو اصلا، زندگی نکن. در حال حاضر هیچ تصمیمی هم تو زندگی نگیر. ببین نگاه کن، این فردیه میشه همون توسعه فردیه. این که الان تو استرس داشته باشی با $2 $100,000 تو اینو نداری. خب اینو نداری. تو باید جوری باشه زندگی که الان بری موتور ذهن جوری باید تعبیه بشه که تو از این به یک فرصت نگاه بکنی به این موضوع دیگه. زندگی اینه. بیزینس تو باید اطلاعات بیزینست، یعنی اطلاعات در زمینه کسب و کارت بالا باشه، یعنی شروع به راه اندازی کسب و کار کنی. ببین 10 تا میلیاردر دنیا، 10 تا یک دیگه، من دارم 10 تا یک رو میگم. یه نفر آقای وارن بافت فقط رتبه 7 داره که سرمایه گذاره، یعنی تو مسائل مالیه، یعنی مسائل مالی و سرمایه گذاری. خب بقیه‌شون همه بیزینسمنن، بقیه‌شون چندین کسب و کار دارن. پس بود اول یک، بود دوم که ارزش میذاره این، و بود سوم در نهایت مسائل مالی. ببین اینجا خودتو میسازی، اینجا پولتو میسازی، اینجا دوتاشو رشد میدی. اینجا جای رشد. دقت کردی چی شد؟ خیلی الان میگم من میرم طلا میخرم سرمایه گذاری میکنم. چقدر تو احمقی. یعنی من الان موندم چقدر تو اگه اون دوتا قبلی رو نداری واقعا تو احمقی. یعنی یک فرد عادی احمقی، خب به معنای واقعی، که احمقه دیگه، یعنی کارش نمیشه کرد. یعنی واقعا زندگی احمقانه تا آخرم هیچ کدومو نمیتونی اوکی بکنی. تو بعد اینا اول این، بعد این و بعد این. نه اصل ماجرا اینه. تو اگه آره میگی من پس انداز کنم، پس اندازم طلایی باشه فلان باشه اینا، که داداش قدرت خرید تو داره کم میشه، چیزی رشد نمیکنه. یه ذره فکر کن. اگر تو یه ذره سواد مالی داشته باشی اینو متوجه میشی. ولی خیلی‌ها بازم نمیدونم چرا. میخوای الان بگم طلا چقدر میشه تو سال آینده؟ یعنی تو الان میخوای بازم بری طلا بخری؟ میخوای بگیم دلار چقدر میشه؟ میخوایم بگیم عدد بیت کوین چقدر خواهد شد؟ میخوایم بگیم الان؟ فایده نداره دوست عزیز. تا دنبال اینجور چیزا باشی فایده نداره. یعنی تو داری یه اطلاعات از یک فردی میگیری که صاحب یک بیزینسه. خب دقت داشته باش بهش این موضوع.
چیزی بود که من الان مد نظر دارم و امشبم دارم میرم سر یه بیزنس پلن خیلی قوی که یه طرفش میخوره به همون AI تاک شو. یعنی AI تاک شوه که مرجع پادکست های AI خواهد شد و مرجع رسانه حوزه تکنولوژی در زمینه AI. دارم میرم سر این قضیه با یک فرد محترم و فوق‌العاده قوی صحبت بکنم. یه فرد فوق‌العاده با سواد و فوق‌العاده پولدار و نمیدونم واقعا، یعنی من تمام هزینه‌مو تمام زمانمو میذارم سر این قسمت و سر این قسمت. فعلا سر این قسمت زمانی خاصی نخواهم گذاشت. یعنی اصل اینه، خیلی‌ها میگن بیا اول نمیدونم بیاید فلان چیزو بخر 3 برابر میشه، بیا فلان چیزو بخر. نکن آقا، به قرآن نکن. اگه یه شب پولدار شدن، اگه زیر 20 سال 10 سال 15 سال تلاش کردن برای ثروتمند شدن انقدر آسون بود، اون 10 نفر اول این کارو میکردن دیگه. تو فکر نکن زرنگ تر از همه. ما هی فکر میکنیم زرنگ، اونم فقط به خاطر اینکه قوه تصمیم گیری ما رو تحت شعاع قرار داده ها. بحران قوه تصمیم گیری ما رو تحت شعاع قرار داده. کتابم میاد بیرون، حالا دربارش مطالعه میکنیم. بحران ها قوه تصمیم گیری آدمو ضعیف میکنن. تو اگر بتونی تو حوزه فردی قوی عمل بکنی، ضد بحران میشی، پاد بحران میشی. اون نمیتونه تصمیم تو اثر بذاره. تو کاری میکنی. پادچکن یعنی چی؟ یعنی آقا مثال میزنم، این خودکار وقتی پادچکنی یعنی چی؟ یعنی میفته زمین نمیشکنه؟ نه، یعنی میفته زمین محکمتر میشه. تو چیزی رو داری حالت عادی که شکننده است، بیفته زمین میشکنه. پادشکن یعنی بیفته زمین نشکنه، یک محکمتر بشه. توسعه فردی این کار رو با آدم میکنی. یعنی تو هر چقدر بحرانا بیشتر بهت بخوره، تو محکمتر میشی. منتالیتی، ذهنیت شما جوریه، عملکرد شما جوریه، نوع تصمیم گیری و مهارت ها، سافت اسکیل های شما جوریه که هر چقدر بحران بخوره همه میرن شوت میشن و شما محکمتر میشی. حالا نکته که وجود داره دقیقاً همینه. خیلی اینو اصلا بیزینس هستن و همش دنباله و به نظر من خوش باشید. یعنی با این وضعیتی که دارم میبینم خوش باشید و 1404 رو بهتون تبریک میگم. انشالله روز 1 فروردین، احتمالا روز 1 فروردین من یه دونه ویدیو دیگه هم ضبط میکنم میذارم که یه سری مسائل رو میام اونجا میگم. همین خیلی ساده. و این ویدیو داره توی کانال احمد رضا اسمارت گذاشته میشه. احتمالاً اسمشو بذارم احمد رضا 360، چون دارم این 3 بعدو میخوام واقعا روش کار بکنم. الان باز دوباره یکی میدونی چیکار میکنه؟ ناکن اینجا، ناکن آدمای چیز یه دونه از اینجا میکشه. خب بذار حالا بعدن اینا چون من تو این حوزه کار کردم متوجه این موضوع هستم، به ذهنم میاد. یکی اینطوری میکشه، اینو یه دونه اینجا. ای بابا اشتباه شد، ببخشید که خرابش کردم. آره، یه دونه اینجا میکشه، یه دونه اینجا هم میکشه، یه دونه اینجا میکشه. میگه این یارو وصل بود به اسرائیل. از قصد همچین چیزی رو درست کرده. آقا ول کن دقیقه اسرائیلو. به خدا اگه تو مثل این اسرائیلی الان کار میکردی، ایران هیچ وقت هیچ جای دنیا نمیتونست بهش چپ نگاه کنه. وضعیت اقتصادی تو از همه اون آدمایی که تو اسرائیل هم بهتر بود. ول کن جان مادرت، ول کن این مسائل ایدئولوژیکو ول کن. اجازه بده کاری که دارن انجام میده خودشون انجام بدن. ول کن اینا رو لطفاً، ول کن. خب این چون اینجا دیدم الان یک لحظه پس ذهنم بود، گفتم اینو اشاره کنم. نه به خدا به این چیزا ربطی نداره. خب آدما هر چقدر تلاش بیشتری بکنن، گفتم تصمیم اشتباه هم بگیری تو برای یک نابودی یک ملت. آقا فرض کن اسرائیل میخواد ایران رو نابود کنه، برای نابودی یک ملت تصمیم اشتباه دیگه، نابودی یک ملت. ولی عملکرد درست داشته باشی نتیجه درست میبینی و واقعا ببین در عرصه اقتصاد این اتفاق داره میفته. شاید در عرصه امنیت نه، اونم به خاطر اینکه در عرصه امنیت ما تصمیم درست رو گرفتیم و عملکرد درست داشتیم، چون هزینه خیلی زیادی کردیم داداش، هزینه خیلی زیادی کردیم. اینم هست. میدونید چه کسایی بدون حقوق دارن توی سیستم امنیتی کشور کار میکنن؟ میدونید چه پولهای میلیارد دلاری داره اونجا هزینه میشه؟ نمیدونی که. پس خیلی مهمه. امیدوارم که یک کوچولو دیدتون رو باز کرده باشم و دوست داشته باشید رشد رو انجام بدید. اون 3 نکته گفتم خیلی مهمه. یعنی من مطمئنم کانال تلگرام 1 میلیون عضو، کانال یوتیوب 1 میلیون عضو و اینستاگرام 1 میلیون عضو. من این 3 تا 1 رو
بدهکارم به مردم ایران برای پیشرفت تو این 3 تا حوزه. خب پس آمالم، یعنی تمام پشنم اینه که این اتفاق بیفته و مطمئنم روزی هم این اتفاق میفته. ویدیوشو همینجا که اینجا گذاشتم اونجا هم خواهم گذاشت و همین. به خدای بزرگ میسپارتون. خدا نگهدار. کاپیتان باش.